لیس الفتى من یقول کان ابی کذا و کذا. ترجمهش: شخصی که میگوید پدرم این طور و آن طور بود جوان مرد نیست. مقصدش چی است؟ مقصدش چنین است که از نام پدرت فخر و افتخار نکنو، خودت یک انسان احمق و فاسق باشی. یعنی خودت هم عمل نشان بده. حتما پدرت اگر انسان صالح باشد بسیار خوب، عزت و شرف داری تو، اما فقط صالح بودن پدرت به تو هیچ فایده نمیرساند، بلکه تو هم باید صالح باشی. یعنی منظور این برای کسانی هستند که پدرم فلان هست میگویند و خودشان از دستشان خاک نمی آید، یا کاری کردن نمیتوانند، خدمتی کردن نمیتوانند، همیشه تعریف و توصیف است که پدر من فلانی است. پس این در اینجا میگوید که جوانمردی این نیست که تو از نام پدرت افتخار بکنی و خودت به مثل پدرت نگردی. یعنی انسان صالح و انسان دعوتگر و انسان عالم و انسان خدمتگاری جامعه نباشی. نه، اینطور نیست، بلکه تو باید همچنین پدرت بود نور علی نور، اما خودت هم باید به مثل پدرت در جامعه جایگاه برای خودت پیدا بکنی. پس معنا و مقصد این سخن این هست، یعنی که مقصدش این می باشد که افتخاری خالی نباشد، بلکه در عملم باید نشان بدهی. اعرابش چنین است که لیس الفتى یعنی لیس فعل ماض ناقص ناسخ مبنی على الفتحة لا محل له من الاعراب. پس لیس فعل ماضی ناقص است و همچنین ناسخ است. یعنی چی؟ ناقص یعنی چی؟ ناسخ یعنی چی؟ ما در پیش میگفتیم فعل ماضی مبنی علی الفتح، اما در اینجا ما دو چیز علاوه کردیم، ناقص و ناسخ. این چی معنا دارد؟ دقت بدید. وقتی بگیم فعل ماضی یا مضارع و ناقص که میگوییم، منظورش این است که این کلمه فعل است اما بعدش فاعل نمی آید، زیرا اینکه این ناقص است. این فعل ناقص است، بعد از فعل های ناقص فاعل نمی آیند. پس لیس از جمله فعل های ناقص است که بعدش فاعل نمی آید. از این حساب میگیم که لیس فعل ماض ناقص. منظور از ناقص گویی این هست. اما ناسخ، چرا ناسخ میگوییم؟ زیرا اینکه این کلمه لیس ای اخواتی کانه هست. اینها 13 تا کلمه می باشند در زبان عربی، 13 تا فعل هستند. اینها همه اشان در اول مبتدا و خبر می درآیند و ناسخ هستند، یعنی حکم مبتدا و خبر را از بین می برند و حکم نو را می آرند. مانند چی؟ مانند مثلا میگویی زیدون قائمون، زیدون مبتدا هست، قائمون خبر است. وقتی که لیس را میدرارید میگید لیس زیدون قائمن، اکنون دیگه این زیدون را مبتدا نمیگویید، میشود اسم لیس، و قائمن را اکنون میگویید خبری لیس. دقت دادید که این لیس در اول مبتدا و خبر درآمد و حکمی مبتدا و خبر را نسخ کرد، یعنی بیکار کرد، از بین برد و نام نو آورد براشان، اسم لیس و خبری لیس. دقت دادید؟ از این حساب این را میگن ناسخ به خاطر اینکه در اول مبتدا و خبر می درآید. پس این فعل هایی که ناسخ هستند، در اول مبتدا و خبر می درآیند، اینها همگی 13 تا هستند. میتونید که اینها را حفظ بکنید، در کتاب الاجرومیه در یوتیوب درساش هست، با تفصیل اینها را بیان کردگی هستم. لیس گفتیم فعل ماض ناقص ناسخ مبنی علی الفتحة لا محل له من الاعراب. پس دیگر اکنون فهمیدید کلمه به کلمه فعل ماضی فعل ماضی است، ناقص برای فاعل نمیگیرد، اسم و خبر میگیرد، ناسخ برای در اول مبتدا و خبر میدارد، مبتدا را مرفوع خبر منصوب میکند، مبتدا اسم لیس و خبری لیس میشود،
مبنی هست علی الفتحة لا محل له من الاعراب. لا محل است. چرا؟ زیرا که جمله ابتدائیه می باشد. خب الفتا اعرابش چی است؟ الفتا اسم لیس. ببینید لیس فعل ماضی که هست، بعدش فاعل نگوید. اسم لیس برای فعل لیس فعل ناقص است. اسم لیس مرفوع و علامة رفعه الضمة المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر. پس اعراب های تقدیری 3 حالت دارن، یا میتونیم بگیم 4 حالت دارن. حالتی اولش آخر کلمه الف باشد. هر کلمه، هر اسمی را که آخرش الف باشد اعرابش تقدیری می باشد. حالت رفعشم، حالت نصبشم، حالت جرشم تقدیری می باشد. پس میگوید که ضمه مقدره یا فتحه مقدره یا کسره مقدره علی الالف میگوید، یعنی که آخرش الف است. اینا میگن اسم مقصور. اسمی که در آخرش الف لازمه داشته باشد او را در زبان عربی میگن اسمی مقصور. مانند چی؟ مانند الفتح، مانند موسی، مانند عیسی، مانند مستشفی. یعنی اسم هایی که معرب هستند، مبنی نباشند، معرب باشند. زیرا که متا و مثل همین فتا هست، اما اون متا اعراب تقدیری نیست، اعراب اون مبنی هست. اما این فتا چرا اون مبنی است و چرا اون اعرابش تقدیری نیست؟ زیرا که اون مبنی است، مبنی علی سکون است. اما این فتا این معرب است، این معرب است، اعرابش تقدیری می باشد. یا کلمه موسی، عیسی، مستشفی، امریکا، فرانسه، هر کلمه که در آخرش الف دارد، الف لازمه، اون را میگویند اسم مقصور. و اسم مقصور هر 3 حالتش، حالت رفع و نصب و جرش اعرابش تقدیری می باشد. پس بگن چرا تقدیری شد؟ سبب منع شدن، آشکار شدن اعراب در چی است؟ میگوید منع من ظهورها تعذر، یعنی منع کردگی است آشکار شدن حرکت آخری همین کلمه را تعذر، یعنی ناممکن است که الف حرکت بدین. الف هیچگاه حرکت قبول نمیکنند، نه فتحه را، نه کسره را، نه ضمه را، هیچ کدامش را قبول نمیکند. پس منع من ظهور التعذر. تعذر یعنی ناممکن است که حرکت بدیم الف را. از این حساب من الف را اعرابش را میگوی تقدیری اعراب میکنم. در تقدیر اصلش اینجا ضمه است. مثلا در جاش اسمی حرف آخرش صحیح باشه، بیا بگو لیس مثلا الولدو، ببین آخرش ضمه شد. در جای فتح ولد را بیار لیس الولدو، پس آخرش فتحه می شود، آخرش ضمه می شود، زیرا که اسمی لیس است. اسمی لیس مرفوع می باشد. پس این هست اعراب الفتح. الفتح اسمی لیس بوده است. لیس فعل ماضی ناقص، الفتح اسم لیس و اعرابش تقدیری. اکنون بعدش من یقولو. من یقولو، این من نامش منی موصوله هست. این من رو میگن منی موصوله. منی موصوله یعنی به معنای الذی. این به معنای چی است؟ به معنای الذی است، زیرا که منی موصوله است. اون من استفهامی که میدونید اون نیست. این منی موصوله هست، به معنای الذی هست. خب دقت بدید. من یقولو، من اسم موصول، ببین اسم موصوله است. اسم موصول مبنی علی السکون فی محل نصب خبر لیس. پس این من خبری لیس می باشد در محل نصب. چرا؟ زیرا اینکه خبری لیس باید منصوب باشد. خب یقولو، بعد من اسم موصوله یقولو فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد الى من الموصوله. یعنی این برمیگردد به منی الموصوله، به منی موصوله یعنی هو، یعنی که من، همون من یعنی فاعلی، یعنی هوایی که برمیگردد در تحت کلمه یقولو به کلمه همون منی موصوله است. یعنی که لیس الفتا، نیست جوان مرد، من یقولو، کسی که میگوید همون کسی که میگوید، یعنی که میگوید همون کس.
پس این من در تحت یقولو هو برمیگردد به کلمه من. پس این بود اعراب یقولو. بعد از این میگد الجمله الفعلیه. جمله فعلیه یعنی چی؟ یعنی یقولو فعل و فاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، در تحت فعل و فاعل. این الجمله الفعلیه من الفعل والفاعل صله الموصول لا محل له من الاعراب. این صله موصوله است و محل اعراب ندارد. پس در ذهنتون بگیرید اسم های موصوله همیشه برای خودشان صله طلب میکنند. صله یعنی چی؟ صله یعنی توضیح دهنده و بیان کننده و روشن کننده معنای همون اسم موصوله. همون اسم موصوله را همون صله معناش بیان میکند. اگر بعد اسم های موصوله صله نآید، اون کلمه را اون موصوله را معناش واضح نمی شود. یعنی من کسی که چی؟ یقولو میگوید. پس کلمه یقولو همین من را بیان کرد، مقصد و مرام و نیتش را که چی هست. من یقولو. پس این بود جمله یقولو، جمله الجمله الفعلیه من الفعل والفاعل صله الموصول لا محل له من الاعراب. صله همیشه لا محل می باشد در اعراب، مثل جمله ابتداییه که لا محل است. بعد از این میگوید کان ابی، کان فعل ماض ناقص ناسخ مبنی علی الفتحه لا محل له من الاعراب. پس درباره کانه با تفصیل صحبت کردم در حالت لیسه که اینها 13 تفعیل هستند، فعل ناقص. پس این را دیگر اعرابش را فهمیدید. فعل ماضی ناقص، برای چی ناقص گفتیم؟ ناسخ، برای چی ناسخش میگیم؟ مبنی علی الفتحه لا محل له من الاعراب. ابی اسم کان، ابی یعنی اب، اسم کان مرفوع و علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف. وكلمة اب مضاف. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. پس این اب اسمی کانه بوده است. کانه فعل ماضی ناقص است، بعدش گفتیم فاعل نمی آید، بعدش اسم می آید، اسمی کانه. پس ابی اسمی چی بوده است؟ اسمی کانه بوده است. پس در اینجا ابی اسمی کانه است، اسمی کانه باید مرفوع باشد. چرا مرفوع نیامد؟ زیرا که در اینجا کلمه اب مضاف شده به کلمه یای ضمیر. پس این قاعده را در ذهنتون بگیرید. هر کلمه، هر اسمی که مضاف می شود به یای متکلم، یعنی بعدش یا باشد، ابی یعنی پدری من، یعنی هر اسمی که مضاف شود به کلمه من، یعنی که ضمیری متکلم، هر گاهی که پیوست شد اعرابش تقدیری است. هم حالت رفعش، هم حالت نصبش، هم حالت جرش. دقت دادید؟ همه حالتهایش تقدیری می باشد. پس وقتی که تقدیری هست، وقتی یک کلمه رو میگه اعرابش تقدیری هست، پس باید سبب تقدیری شدنش رو بیان بکنه که چرا تقدیری هست. میگه منع من ظهورها، یعنی معنی کردگی است از آشکار شدنی حرکت در آخر کلمه اب، اشتغال المحل بالحرکت المناسبتی، یعنی مکان، حرف ب که مکان است، اشتغال المحلی، همین ب مشغول است بالحرکت المناسبتی، یعنی به حرکتی که موافق به حرف یا باشد. حرف یا ساکنه همیشه پیش ای خودش را کسره طلب میکند. پس ما ابی به خاطر یا شده کلمه اب را آخرش را کسره کردیم، حرکت مناسب دادیم برای یا، اما حرکت اعرابیش تقدیری گفتیم. پس یک حرف دو حرکت قبول نمیکنه. نمیشه بگو که ابو بی،
ابو بی نمی شود. یعنی ابو بگوی به خاطر اینکه اسمی کانه است تو مرفوع، با بی بگویش به خاطر اینکه حرکت مناسب به یا بتیم. یک حرف دو حرکت قبول نمی کند. از این حساب است که اعرابش را تقدیری میکنیم. پس در ذهنتون بگیرید هر اسمی که مضاف می شود به یای متکلم، مثلا میگو کتابی، دفتری، بیتی، ابی، اخی، همه همینها هر سه حالت اعرابیش، حالت رفع و نصب و جرش تقدیری می باشد. پس میگه من همین ظهوریها اشتغال المحل بالحرکت المناسبتی گفته بیان میکنید. پس ما گفتیم اعراب تقدیری سه نمود است، چهار نمود است، چهار نمود. سه نمودش را گفتیم درس گذشته. من همین ظهوریها اشتغال المحل بحرکت الحکایه، اون یک نمود اعرابی تقدیری هست. و دویم نمودش را پیشتر گفتیم اسمی که در آخرش الفی لازمه داشته باشد. این دویم نمودی حالتی که اعراب تقدیری میکنیم. و سومین حالتش هر اسمی که مضاف شود به یای متکلم او را هم اعرابش تقدیری میباشد. سه حالت. یک حالت دیگرش مانده است، اون وقت کلمه اش که آمد پس در موقع خودش بیان میکنیم. و هو مضاف، یعنی کلمه ابی، کلمه اب مضاف، الیاء ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه. اب مضاف یا مضاف الیه بوده است. پس کذا، کذا را اعرابش چی است؟ الکاف، جد کلمه است، کا یک کلمه است، ذا یک کلمه دیگر. الکاف حرف جر مبنی علی الفتحة لا محل له من الاعراب. کاف حرف جر است مبنی علی الفتحة لا محل له من الاعراب، به معنای تشبیه می آید. ذا اسم اشاره مبنی علی السکون فی محل جر اسم مجرور، اسم مجرور. پس ذا اسم مجرور، کاف حرف جر، ذا اسم مجرور بوده است. پس الجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقدیره کائن او استقر خبر کان. دقت دادید؟ جار و مجرور متعلق شد. چرا متعلق به کانه نگرفتیم؟ زیرا که کانه خبر طلب کرده ایستاده است. پس حالا خبری کانه نیامده است. ابی اسمی کانه بود. کذا انا همین جار و مجرور متعلقان بمحذوفین، یعنی که تکیه کرده به یک کلمه محذوف. تقدیری کلام کائنون، یعنی کذا کائنون او استقر یا کذا استقر خبری کانه می شود. بعد خبری چی می شود؟ خبری کانه می باشد. پس اگر خبر جار و مجرور یا ظرف باشد، این متعلق به کلمه شده و آن محذوف متعلق به محذوف شده، آن محذوف خبر می شود. زیرا که جار و مجرور خبر شده نمی تواند. بعضی علما میگویند می شود. پس با اعراب بعضی بگیریم کذا جار و مجرور فی محل نصب خبر و کانه میگویید. اعراب این اعراب هست. اما با اکثر علما میگویند چطوری که ابن مالک در الفیه‌اش میگوید و اخبروا بظرف او بحرف جر، اخبروا بظرف او بحرف جر، یعنی اگر خبر بیاید ظرف یا حرف جر یعنی جار و مجرور بیاید ناوین معنا کائن او استقر، میگن نیت کرده میشود معنای کائن یا استقر را. یعنی خود ظرف خود جار و مجرور خبر شدن نمیتواند، بلکه این تکیه میکند به محذوفی که اون محذوف افعال عام هست. کائنون یا کانه یا مستقرون یا استقر یا موجودون یا که یوجدو یا ثابتون یا یثبتو، به این کلمه ها تکیه کرده می شود، به این کلمه ها تکیه کرده می شود خبر، خودشان خبر شده نمی توانند. پس این گپ را دقت بدید. الجار و المجرور متعلقان بمحذوفین، یعنی هر دینا تکیه به محذوف میکنه. تقدیره یعنی همون محذوف
میشه بگوی کائنون یا کانش بگو، او استقر یا مستقرونش بگو یا استقرش بگو، خلاصه به همینا تکیه کنان. بعد بگو خبر و کانه، انا همون خبری چی می باشد؟ خبری کانه می باشد. و کذا اکنون الواو حرف عطف مبنی على الفتحة لا محل له من الاعراب. الكاف حرف جر مبني على الفتحة لا محل له من الاعراب. ذا اسم اشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. پس این عطف شد. و کذا میتونه بگه که و کذا عطف در جای کذای ما قبل، یعنی کذایی که پیشتر بیانش کردیم. عطف زیرا که عطف در همون جا هست، عطف در کذای ما قبلش می باشد. پس این بود اعراب این کلمه ها. پس این هست اعراب این کلمه ها. لیس الفتا من یقول کان ابی کذا و کذا. اکنون ما لیس فعل ماضی ناقص، پس اسم یافتیم الفتا، خبری لیس را یافتیم من بود، من موصوله. یقولو جمله فعلی صیله من بود لا محل. کان ابی، اکنون ای کان ابی کذا و کذا، این فعل ماضی ناقص با اسم خبرش محل اعراب این جمله چی است؟ یعنی که کان جمله فعلی هست. وقتی جمله فعلی باشد محل اعرابش چی است؟ دقت بده در آخر میگه که الجمله من کان و اسمها و خبرها، یعنی جمله از کان با اسم و خبرش یک جای همشون فی محل نصب مقول القول لفعل یقولو، یعنی این جمله یک جای کان ابی کذا و کذا مقول قولی این یقولو می باشد. دقت دادید یقولو فعل متعدی هست، اما بعض فعل های در زبان عربی هست همون مفعول بهیشون را ما مفعول بهی نمیگیم بلکه مقول میگیم، مقول القولش میگیم. مقول القول چی است؟ مقول القول اون فعل های، اولا درباره مقول القول هي الجملة التي تتضمن الكلام الذي يقال، یعنی که مقول القول اون جمله است که در بر میگیرد سخنی را که یقال گفته می شود. نیا که یقولو کان ابی کذا و کذا، یقولو میگوید چی میگوید؟ ابی کان ابی کذا و کذا. این جمله همش یک جایه مقول یعنی مفعول بهی یقولو شده سای. دقت دادید؟ مقول القول یعنی معناش چی بوده؟ جمله که در بر میگرفته است سخنی را که گفته می شود. و این مقول القول والتي تقع بعد فعل القولی، یعنی که این کلمه است که واقع می شود بعد از فعل قول قاله، یعنی او ما فی معناه، یا اون کلمه هایی که به معنای قاله هست. به معنای قاله چی کلمه ها هست؟ مثلا حدث سخن گفت، ذکر بیان کرد، به معنای گفتن است. هتف صاح نصح نادى اعلن صرح باح خاطب، این همین ها همشون به معنای قاله هست، یعنی گفتن است، سخن گفتن و بیان کردن و فریاد کردن و اعلان کردن و سخنوری کردن و به همین معنا است، یعنی گفتن هست، معنای گفتن رو در بر میگیرد. پس همه این فعل ها را مفعول بهیشون مقول القول می شود، یعنی که جمله می شود. جمله یک جمله طولانی مقول القول می شود. مثلا میگه قال ابی انت رائع، قال فعل ماضی، ابی فاعل، قال مضاف یا مضاف الیه، انت رائع مبتدا و خبر. این مبتدا و خبر هر دوش مقول قولی قاله شد، مقول قولی قاله شد. یا میگن که مثلا هتف الجنود، هتف فعل ماضی، جنود فاعل، النصر لنا فریاد کردن لشکریان که پیروزی با ماست. پس النصر لنا مبتدا و خبر هست، علمین مبتدا و خبر مقول قولی هتفه هست. دقت دادید؟ مقول قولی هتفه می باشد. یا مثلا میگه که قلت الصبر عاقبته جمیلتون. دقت دادید؟ قلت فعل فاعل، الصبر مبتدا یکم، عاقبته مبتدا دوم، جمیلتون خبر مبتدا دوم، مبتدا دوم قطعی خبرش خبر مبتدا یکم. الصبر عاقبته جمیلتون جمله اسمی
مقول قولی قلتو می شود. یا مثلا در سوره قل اعوذ برب الناس میخونیم قل اعوذ برب الناس، قل فعل امر فاعل ضمیر متقدر انت، اعوذ برب الناس جمله فعلی مقول قل شد. قل هو الله احد، قل فعل امر فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو الله احد. اینجا در جمله اسمی مبتدا خبر می شود مقول قول، مقول قل. دیدید؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون. همه همینها بعد از کلمه قال یقول قل آمدگی که هست یا به همین معنا کلمه هایی که هستن می آید، اونها را میگویند مقول قول. یعنی همون مفعول بهی که میدونستید، همون فقط بعدی از قال و فعل هایی که به معنای قال هستند می آید، مفعول بهیش نمیگوییم بلکه میگوییم این مقول قول هست. مقول قول یعنی جمله می آید، زیرا که مقصد در بر میگیرد. مقول قول جمله التي تتضمن الكلام الذي يقال، یعنی در بر میگیرد سخنی را که بیان میکنه. حساب یک کلمه مقول قول شدن نمیتواند. مقول قول یا جمله اسمی میشود یا مقول قول جمله فعلی میشود. مقول قول یک کلمه شده نمیتواند. مقول قول جمله شده مقول قول جار و مجرور شده نمیتواند. مقول قول ظرف شده نمیتواند. اینها را در ذهنتون جا بکنید. پس این بود دومین جمله که براتون تقدیم کردم. لیس الفتا من یقول، جمله که براتون تقدیم کردم لیس الفتا من یقول کان ابی کذا و کذا. این هم جمله فعلی بوده است، مبتدا و خبر ندارد بلکه جمله فعلی است. و لیس الفتا این جمله فعلی ابتدایی لا محل است. یقولو این صیله من لا محل است. کان ابی این مقول قول است، در محل نصب مفعول به یقولو می باشد، مقول قول است. و الله سبحانه و تعالی هر اون چیزی که گفتیم به خاطر رازگی خودش بگرداند و سبب درست فهمیدن قرآن و سنت بگردیم و قرآن و سنت را درست بفهمیم تا اینکه دنیا و قیامت همون را آباد کرده بتوانیم با طریق درست فهمیدن قرآن و سنت.